عادلجان زاکیروف یک ماه باز در این مقامات روسیه را میکوبد تا اینکه قرار منع ورودی برادرش به این کشور را بیکار کند. برادر او را گویا برای ویران کردن مهلت بودیباش از روسیه اخراج کردند. چند پیش با تکیه به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری مقامات امک عادلجان را از قلمرو کشور بیرون کردنی شدند، اما او توانست قرار دادگاه را در زینه بالایی بیکار کند. زاکیروف میگوید در اکثر موارد دادگاه‌های روسیه به بررسی پرونده و مرافعه حکم اخراج مهاجران را صادر میکنند. او را به دادگاه بردند ولی وی در مرافعه شرکت نکرده است. تصور میکنید آدم را به دادگاه میبرند، او در مرافعه اشتراک نمیکند. بعد چند الکه حکم دادگاه صادر می شود و او تنها میگویند امضا گذار، پس از آن اخراج میکنند. اخراج عمومی مهاجران کاری به یک تجربه عادی دادگاه‌های روسیه تبدیل یافته است. به اطلاع کمیته مساعدت شهروندی تنها در سال گذشته از کشور حدود 130,000 نفر را اخراج کردند. بیشتر اخراج شدگان مهاجران کاری از آسیای میانه هستند. بررسی پرونده مهاجران در دادگاه‌ها تنها به نام صورت می‌گیرد و در اکثر موارد به حضور آنها مرافعت دایر می شود و آنها امکان حمایت کردن از خود را ندارند، چه رسد به پیشنهاد خدمت ترجمان و یا دعوت نماینده سفارت که این را قانون طلب می کند. دادرس هر یک پرونده را علاهیده بررسی نمی کند، بلکه یک باره بسته پرونده ها را بررسی می کند، یعنی پرونده 5 نفر یا 10 نفر را. من خود شاهد بودم که به مرافعه دادگاهی بیش از 20 نفر آوردند. در چنین مرافعه ها برای بررسی پرونده نفری که به حقوق ویرانکنی مأموری عیبدار می شود 1 یا 2 دقیقه جدا می شود. با گفته سویتلانا گانوشکینا رهبر کمیته مساعدت شهروندی، بررسی رویکی پرونده ها با حکمای از قبل معلوم مشکل عمومی نظام دادگاهی است. اعضای نظام دادگاهی آشکار میگویند که آنها از جهت روانی، کسبی و هم کارپراتیوی پایبند سیستم هستند. باید گفت که تجربه سودی در ما نه تنها نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قضیه‌های مربوط به مهاجران، بلکه در دیگر حالت‌ها هم با حرف قانون همخوانی ندارد. حکم‌ها پیش از همه از سفارش‌های برمی آیند که از بالا داده می‌شوند. دادرس‌ها آشکارا این را اعتراف می‌کنند. در تجربه ما حالتی بود که دادرس گفت بگذار به من از بالا دستور دیگر بدهند، بعد آن وقت می‌بینید که چگونه من قانون را می‌دانم. آمار بیانگر آن است که از زمان سخت‌تر کردن قانون‌های مهاجرت در سال 2013 سفارش‌های قطعی برای اخراج مهاجران دیگر داده نشده است. اما در آینده نزدیک باز این گونه دستورها از بالا داده می شود یا نه کارشناسان پیش بینی کردن نمی توانند.